سلام. رسیپی امروز یه خورشت خوشمزه پاییزیه. مرغ و انار یا همون خورشت ناردونی که غذای شمالی هستش. الان که پاییز و آذر و نزدیک شب یلدایی و این خورش مخصوص شب یلدا است، گفتم اینو با هم دیگه درست کنیم. قبل از درست کردن این خورش اگر از ویدیوهای من خوشتون میاد لطفاً سابسکرایب کنید، فالو کنید و ویدیو رو لایک کنید تا اینجوری به منم کمک کرده باشین من انگیزه بگیرم تا ویدیوهای جدیدتر درست کنم. خیلی ممنون. مواد لازم این خورشتم مرغ و انار و پیاز و رب انار و رب گوجه و بقیه چیزا رو توی توضیحات نوشتم. بریم درست کنیم. برای شور پیازها رنده می‌کنید یا مثل من تو میکسر میندازید. مامان من همیشه به من اینو یاد داده که از وسایل آشپزخونه تا اونجا که میتونی استفاده کن و واقعا من تلاش میکنم برای راحت تر شدن آشپزی تا اونجا که میتونم از وسایل برقیم استفاده درست انجام بدم. پیازا رو کم تفتش میدیم تا آبش بره و نیمه سرخ بشه. پیازاتون که آبش رفتش شروع کنید هم زدن تا یه قسمتش نسوزه یه قسمتش خام بمونه. بعد مرغ رو اضافه میکنیم. من 2 تا رون کامل یعنی رون و کعبه رون یا اون ته رون اصطلاحاً بهش میگن استفاده کردم. اگر میخواین سینه مرغ بریزید اونم هیچ مشکلی نداره، میتونید بریزید هر جور که دوست دارید و تعدادش هم بر اساس تعداد خودتون یا مهموناتون باشه. چون قراره که ما این مرغ رو یکم طولانی تر توی سس انارمون بذاریم بپزه تا سسمون به خورد مرغمون بره، باید یکم این مرغ رو بیشتر سرخش کنیم. همه طرفش رو سرخ کنید که وا نره، مرغ از هم باز نشه. نمک و فلفل و زردچوبه و یه ذره دارچین بهش اضافه میکنیم. میتونید اگر دوست دارین طعمش رو کمی زنجفیل یا کمی کاری هم بهش اضافه کنید، ولی واقعا لازم نیست توی این خورش. مرغامون که خوب همه طرفش سرخ شد ربمون رو بهش اضافه میکنیم و کمی با رب تفتش میدیم. بعدش هم رب انار رو میریزیم. چند تا نکته بگم. یکی اینکه رب انار، من چون خودم گیلانی هستم غذاهامون کاملا ترش دوست داریم باشه، ولی اگر شما فکر میکنین ربتون ترشه یا میخواین غذاتون شیرین تر باشه یه ذره شکر بهش اضافه کنید. وقتی رب رو میریزین درجه باید کم باشه چون رب انار خیلی زود میسوزه و طعم بدی به غذاتون میده. رب که ریختین درجه کم باشه و سریع بهش آب اضافه کنید و بذارین مرغتون حدوداً 20 دقیقه توی این سس بپزه. 20 تا 30 دقیقه. بعد از حدوداً نیم ساعت بیاین دوباره یه مزه خورشتتون رو بچشین، نمکش و ترشی و شیرینیشو، و بعد آلوها رو اضافه میکنیم. آلوها رو که اضافه کردین یه هم بزنین، یه چند دقیقه بذارین آلوها کامل پخش بشه توی مرغتون و بعد یک رب آخر انار رو اضافه میکنید. انار نباید بیشتر از یک رب توی خورش بمونه، به خاطر اینکه اگه بمونه رنگ دونه های انار سفید میشه و اون خوشگلیش رو دیگه از دست میده. این خورشت کلا رو به خورشتی هستش که رو به ترشی و ملسی طعمش میده. رنگش تیره است، آبش باید غلیظ باشه، به خاطر همین وقتی که غلیظ میشه کلا تیره ترم میشه. در مورد دونه های انار هم که گفتم که یک رب آخر باید دونه های انار رو بهش اضافه کنید. این خورش درست کنید مخصوصا برای شب یلدا و کنار یه برنج زعفرونی خوشمزه، مخصوصا اگه کته باشه میل کنید. نوش جانتون.